سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی مولوی امیرخان متقی با سید عباس عراقچی. نشست نوبتی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی و فروش طیاره‌های جنگی F-35 به عربستان سعودی. به نام خداوند بزرگ. سلام بر شما و وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی اروج خوش آمدید. به اینک مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود گفتگو کرد. وزارت امور خارجه میگوید در این تماس دو طرف فیرومین و گسترش همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران و تحولات اخیر در منطقه تبادل نظر کردند. امیرخان متقی با اشاره به موقف امارات اسلامی درباره همکاری‌ها و برگزاری نشست‌های منطقه‌ای گفت که حفظ ثبات و تقویت هرچی بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای یک اولویت مهم برای افغانستان است. وزیر امور خارجه ایران نیز ضمن ارائه معلومات درباره آخرین تلاش‌های کشورش در زمینه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو میان کشورهای منطقه تاکید کرد. در نشست نوبتی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی طرح‌های افزایش عواید از سوی ریاست‌های تحقیقات زراعتی، تخم‌های زراعتی، خدمات مالداری و صحت حیوانی، حفظ نباتات و قرنطینه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای بحث ارائه شد. پس از بررسی همه جانبه این طرح‌ها قابل تایید دانسته شد و برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء اعلام کرده که با تطبیق این طرح‌ها کیفیت و کمیت محصولات زراعتی و مالداری افزایش یافته، صادرات به کشورهای خارجی تسهیل شده و عواید وزارت زراعت بیشتر خواهد شد. در خبر دیگر این که وزارت فواید عامه میگوید که در یک هفته گذشته 135,494 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن کشور صادر و وارد شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه اعلام کرده که این انتقالات از طریق خطوط آهن حیرتان، آقینه، ترغندی و خاف هرات صورت گرفته است. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که قصد دارد فروش طیاره‌های جنگی F-35 ساخت آمریکا به عربستان سعودی را تایید کند. پیش از این رویترز گزارش داده بود که عربستان سعودی درخواست خرید حداکثر 48 فروند طیاره F-35 را ارائه کرده است. این اظهارات ترامپ همزمان با سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا مطرح شده است. سپاس از توجهتان به خبرهای این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.